سمت اساسی فعالیت تشکیلات این رساندن کمک‌های عملی به شخصان یک و تنها، معیوبان و بیماران می باشد. کارمندان این تشکیلات همگی 9 ماهی سابقه کاری دارند، اما در این مدت علاقه به 60 عائله‌های شهر اسفاره کمک رسانیدند. هم توی عروسی و دامادی گذراندند و هم ختنه‌های تقسیمات محصولات خوراک و آروبچه برای شخصان امکاناتش محدود. این هدف اولین درجه تشکیلات جمعیتی آرمان دلها می باشد. در برابر این تشکیلات مذکور تصمیم گرفت با کمک سخاوتمندان و دخترچه 10 ساله شهرشان جراحی ستومهره را در شعبه جراحی عصبی بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 گذرانند. مراجعت کردم با شکایت‌های کج‌شوی ستون مهره و پیدایش دیفرماسیون قسم قفس سینگی، پیدایش درد در قفس سینه، گاه مشکلی نفسگیری مراجعت کردند. از طرف متخصصان توصیه داده شده بود که معاینه و مصلحت عصب جراح گرفته شود. پدر شادیانه 10 ساله میگوید که به این تشکیلات با عریضه مراجعت کردیم و ما را دستگیری کردند. دخترچه من آرمان دلها برای مراجعت کردیم که دخترچه درست شوند گفته. این مراجعت دکترای و ایوبا و کراسی مراجعت کردیم که درست شوند گفته. بعد معاینه و تحلیل های زیاد متخصصان به خلاصه آمدند که جراحی گذاشتن دیستراکتور خریدن گذرانده شود. دریافت کردیم که در بیمار این خیلی کج‌شوی ستون مهره که در آینده این به حالتهای وزنینی ویران شدن کار شش و دل آورده میرساند. بنابراین تشخیص بیمار کیفاسکالیوز ایدیوپاتیکی نام دارد. برای طبابت این کودک ما مصلحت ها کرده بودیم و پیشکی چاره‌بینی ها کرده گذراندیم. در نقشه گذراندن عملیات جراحی بهره برطرف کردن این بیماری کج‌شوی ستون مهره پیش بینی شده است. با گفت پدر بیمار و حجت‌های تصدیق کننده شادیانه 10 ساله از بیماری نااستواری استخوان‌های شکسته‌بندی ستون مهره اذیت می‌کشد. بعد مراجعتشون به تشکیلات آرمان دلها امید بر آن بستند که امکان پیدا می‌کنند جراحی کنند که مبلغ عمومی جراحی 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. کارمندان تشکیلات باشد در مغازه و مرکزهای سودای شهر اسفاره قوطی‌های خیریه را گذاشتند و قسم دیگری کارمندانشان در سخاوتمندان را گفتند. رحمت الله رحیم‌بایف می‌گوید که از حساب شخصان امکانات داشته و قوطی‌های خیریه این مبلغ را به زودی جمع کردند و در روز اول امکانیت به بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 شهر خوجند مراجعت کردند. بعد 13 روز بیستری و گذراندن کارهای لابراتوری و عکسبرداری رنگینی، طبیبان شعبه جراحی عصب این بیمارستان امروز سنه 9 نوامبر سال 2018 ساعت 10 جراحی را گذرانند. پیش از آغاز جراحی شادیانه گفت که من تشکر میگویم به همه نفرانی که برای سالمی من دست کمک دراز کردند، خصوصا به ساکنان شهر اسفاره و زحمت تشکیلات جمعیتی آرمان دلها. با دستگیری مردم سخاوتپیشه شهر اسفاره ما توانستیم که مبلغ جراحی یک نفر دخترچه یعنی بابا جان و شادیانه را دریافت نموده باشیم که در حجم 10,000 سومانی می باشد و امروز در بیمارخانه شهری شهر خوجند عملیات جراحی گذرانده می شود. با اصول گذاشتن سیستم دیستراکتور خارینگتون نام دارد. این سیستم برای راست کردن دراز کردن کج‌شوی ستون مهره را به هم راست کرده برای در آینده باز زیاد کج نشدن مساعدت میکند. بنابراین در نقشه گرفتیم و امروز بیمار باید عملیات جراحی گذاشتن سیستم دیستراکتور خارینگتون کرده شود. من امروز جراحی میکنم. ناز شدن و مکتب میرم. شادیانه این سخنها را گفت و همشیره‌های شفقتی شعبه او را به تالار جراحی بردند که آنجا علاقه به حس کننده یعنی دکتر ریانیماتولوگ آماده بود. جراحان باشند با آرزوی زودتر کمک رسانیدن به شادیانه دستشویی میکردند و لباسهای مخصوص را پوشیده از پی عمل نیک شدند. برای ثبت این نوارها از ماموریت بیمارخانه اجازت گرفتیم و بعد پوشیدن لباسهای مخصوص نوار بردار از پی ثبت شد.
оид ба вазъи саломатии баъди ҷарроҳии шодиёна дар барномаҳои махсус маълумот медиҳем. Бояд қайд намуд, ки айни замон ташкилоти ҷамъияти Ормони дилҳо аз пайи дарёфти маблағ барои ҷарроҳии Муҳаммад Саиди 5 сола мебошад, ки табибон ба ӯ ташхиси модарзодӣ нуқсони дил гузоштанд ва маблағ барои ҷарроҳии 30,000 сомониро ташкил медиҳад. навбат мо қарор гирифтем ки 2 нафар кӯдакони беморро яъне гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ онҳоро ба уҳда гирифта бошем. аз ин лиҳоз аз ҳамаи шумо бинандаҳои азиз хоҳиш мекунем, ки барои солимии Муҳаммад Саиди 5 сола бетараф набошед, зеро наҷот додани як нафар ин беҳтарин хислати инсонист. Қудраттулло Раҳматуллоев, Зиёхоҷаи Исоқхоҷаев, Паёми рӯз.